فکر میکنه شما اکثریت مردم کلمه لا اله الا الله میدونن؟ هر کسی که کلمه معنای لا اله الا الله را ندونه، برای ما اون دلیل شده نمیتونه که اکثریت مردم میدونن نمیدونن. الله متعال میگه ولا تتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اکثریت مردم برای ما اونا دلیل شده نمیتونن. الله متعال میگه اکثریت مردم رو پیروی نکن که طرف از راه الله گمراه میکنن. قلیلا ما تؤمنون. الله متعال میگه کمی شما ایمان میاره و قلیل من عبادی الشکور. بندگان شکرگزاری الله کم هستند. الله متعال وقتی که میگه که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، هر کسی که کفر به طاغوت بورزد و سپس ایمان بر الله بیارد، اون انسان به ریسمان محکم چنگ زده هست. اون انسان به معنای لا اله الا الله عمل کرده هست. اگر تمام دنیا امروز به شرک بکنن اونها مشرک میشن، تمام دنیا اگر کفر بکنن اونها کافر میشن. ما در این حالت همه اونها را کافر و مشرک میگیم. اگر اونها را ما کافر و مشرک نگیم، در این حالت ما قرآن محکوم میکنیم. اگر بگیم که ما امروز اینها را کافر و مشرک بگیم، تمام مردم کافر و مشرک میشن. به خاطر این ما کفر تعطیل بکنیم، در این حالت قرآن محکوم قرار میگیره، ناس مردم حاکم قرار میگیرن. این کفر اکبر من یهود و نصارا هست. هر کسی این کارو بکنه کفرش از کفر یهود و نصارا بدتر است. و تمام مردمی که معنای لا اله الا الله را نمیدونن، کلمه اونها صحیح نیست، اونها کافر هستند. تو برای تو سوال میتیم که اگر همین ابو جهل و مشرکینی که زمان رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که نزد رسول صلی الله علیه و سلم اومدن گفتن که رسول ای محمد صلی الله علیه و سلم بیا یک سال الهه های ما را عبادت بکن، یک سال الله را عبادت میکنیم. آیا الله متعال رسول صلی الله علیه و سلم اونها را قبول کرد؟ هرگز قبول نکرد. الله متعال و رسول صلی الله علیه و سلم و به تمام المؤمنین امر کرد که قل یا ایها الکافرون، برای کافرها کافر بگید. اگر کافرها 1000 کس باشن، میلیون کس باشن، هر چقدر که زیاد باشن، کافر بگید. اگر امروز همون ابو جهل می اومد نزد رسول صلی الله علیه و سلم میگفت که من لا اله الا الله میگم، اما از بت پرستی خودم همون گونه که اومدن و گفتن از بت پرستی خودم دست نمیکشم، آیا رسول صلی الله علیه و سلم راضی میشد؟ نه، هرگز راضی نمیشد. و اذا قیل لهم لا اله الا الله یستكبرون، وقتی که برای اونها میگفتن لا اله الا الله بگو، اونها تکبر میکردن. مشرکین زمان رسول صلی الله علیه و سلم، چون که اونها از امروز مرجئه ها و جهمی ها و امثال شما دیده خوبتر معنای لا اله الا الله را میدونستن که لا اله حق الا الله هست. لا اله حق یعنی هیچ اله حق بغیر از الله وجود ندارد. و امروز شما لا اله الا الله میگه که مردم برای شرک و کفر بکنن. ابو جهل و ابو لهب از شما دیدن معنای توحید و معنای لا اله الا الله را بهتر میدونست. و امروز شما مردم داره دلیل میگیره و اعمال مردم حاکم بر قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم میکنه. جوابته که اگر ابو جهل لا اله الا الله میگفت، دست از شرک خودش بر نمی داشت، اون مسلمان بود.